بچه ما از خاله و عمه شانس نیورده. بمیرم براش الهی. اگه منظورت منم یه فکرایی براش کردم. ما دیگه خواهان سیما نیستیم. آره سیما اون که میمونه سر دلش. یه نقشه دیگه دارم. امشب تولد سیماست. همه دوستاشم گفتم بیان. بیوگرافیشون هم در آوردم، پرونده کردم. امشب بالاخره یکیشون رو انتخاب میکنیم واسه شهروز. تو فقط بیا. ها فکر خوبیه. آره من میخواستم بگم از عمه شانس نیورده، زبونم نچرخید. آره این لباس زرده رو میبینی؟ لباس زرده؟ جان با من بودین؟ کیس اول همه چیش عالیه. خانواده پولدار، جایزه کامل. ولی ولش کن. این دکتر رفته خواستگاری بهش ندادن. وا بلچی ول کنم؟ خوب بود که. آخه من با مادرش تلفنی حرف زدم. خیلی براشون مهمه که خانواده داماد قربتی نباشن. اینو به شهروز نمیدن. همون. تو رو دیده که خالشی. آره ما باید خودم تلفنی باش حرف میزدیم. حالا ولش کن. اونو ببین، همه چیش خوبه. خیلی هم خوش اخلاقه. همون پر پاچه داره؟ بذار خودم برم ببینمش. چی شد؟ اسم چیه دختر جون؟ اسمم قنچه است. میوه بخور. آره این قنچه سلم باز بشه چی میشه؟ بعدش این خیلی میخوره. بچی ما باید صبح تا شب کار کنه، خرج شکم این کنه، به درد نمیخوره. اونم که داره میرقصم ببین. وایس ببینم. علی جهانیان. امشب دل من با دل تو جوره. امشب حس من یه حس مغروره. امشب شب میلاد چشماته. امشب تموم حسم باته. از تولد تو چند تا بهار گذشت. ماشالله مبارک باشه. شوکت ما میخوام واسه پسرم زن بگیرم. دفاع روی تور واسه والیبال خود نمیخوام. بعدشم این خیلی لاغر مردنیه. زن باید یه پر گوش داشته باشه. اون چی؟ شوکت این خیلی کوتاهه. ما یه نوه رشید میخوام، مثل خودم، مثل پسرم. اینم به درد نمیخوره. اونم ولش کن. این دختره رو ببین، خیلی محجبه و متینه. دختر معتقد و با خداییه. اهل درس و مشق هم هست. بذار اینم برام ببینم. سلام. اگه هدفتون ازدواجه باید با پدرم صحبت کنید. باشه چشم، اونم به وقتش. آره میگم شغل پدرت چیه؟ سرهنگ نیروی انتظامی. کدام قسمت؟ مبارزه با مواد مخدر. موفق باشی. آره درستو بخون. میگم شوکت اینا هیچ کدوم به کار ما نمیاد. یه دختر بی عیب میخوام واسه بچه یکی یه دونم. خوشگلش تو اتاق خوابه. برو اونم ببین. جونم قربونت برم. ببین به کامینا هم بگو بیانا. آره قربونت. شوکت ما عروس میخوام بیارم برای زندگی، نه واسه کارهای دیگه. یکی دیگه دارم، این آخریشه. سر کارم میره، درآمدم داره. بیا همه چیش خوبه، از اون زبر و زرنگاست. فقط یکم حاضر جوابه. بگی کجا
طلاقم گرفته ولی داناست، میتونه پسرتو جمع جور کنه. ها همین خوبه ها، شاید همینو گرفتیمش. آره. سلام، خوبی دخترم؟ خیلی ممنون، مرسی. آره شوکت جون، داشتم میگفتم آدم باید از گذشته ها تجربه بگیره، تو ازدواج دوم انتخاب بهتری داشته باشه. آره آره راست میگی، شوهر اول من خیلی بچه ننه بود، کارم این بود که هر روز ننه‌شو بشورم بندازم رو بند تا خوش بشه. این دفعه بخوام ازدواج کنم گربه رو دم هجله میکشم تا ننه‌ش حساب کار دستش بیاد. باشه بریم. شوکت، اینم به درد ما نمیخوره، بچه ما سر و ساده است، این هنوز نیومده میخوام منو بزنه. ما نمیدونم، این همه دختر، خودت یکیشو انتخاب کن.